موفق بودن. متاسفانه اشخاصی در مجلس حکومت میکنن و ریاست میکنن که خود اینها در زمانی که قدرت داشتن در تلویزیون جمهوری اسلامی به قانون شکنی خودشون افتخار کردن. خب شما به صدا و سیما مراجعه کنید، زمانی که از همین آقا سوال شد این بنزهای الگانس رو شما با چه قیمت ارزون وارد کشور کردید، چون تخمین میزدن هزینهش خیلی بالا باشه، ایشون با افتخار اومدن در تلویزیون فرمودن که ما پلیس هستیم، حقمون رو گرفتیم. یعنی چون حق گمرک رو ندادیم گردن کلفتیم، قانون کشور رو نقض کردیم. کسی که خودش رئیس نیروی انتظامی کشوره افتخار میکنه به قانون شکنی خودش. خب فیلمش موجوده، الان سندش وجود داره. ایشون با سربلندی افتخار میکنه به اینکه ما گردن کلفتیم، پلیسیم، حق گمرک رو ندادیم، تونستیم بنزا رو با قیمت پایین وارد کشور کنیم. بله، این که وارد کشور کردید، خدمت کردید، بحثی نیست، این کار بسیار خوبه. اما به چه قیمتی؟ به قیمت شکستن قوانین کشور. حالا این آقا خنده‌دار اومده میخواد قانون گذاری کنه برای اون آقایون دیگه. خیلی بامزه است. گفت روز 8 کوری عصا کشه کور دیگر بود. ما کسی که قانون شکنه رو میگیم تو بیا، به آدمایی که قانون رو اجرا نمی‌کنن خودشون یا قانون شکنن یا فرصت میدن به قانون شکنها قانون شکنی کنن. به دلال‌ها، به کسانی که به اقتصاد مملکت دارن ضربه میزنن، به کسانی که فرهنگ کشور رو دارن نابود میکنن ما کمک رسانی هم میکنیم. یعنی میایم به کسانی که ضد دین مردم، ضد فرهنگ، ضد اخلاق، ضد اقتصاد، ضد معیشت فعالیت دارن میکنن، ما خودمونم به اینها کمک میکنیم. ما میخوایم به یه همچین مشکلاتی بیایم به واسطه یه همچین آقایون رئیسی قانون تصویب کنیم، با قانون اینا رو مهار کنیم. این مضحکه.